ناحیه خاولینگ. ناحیه خاولینگ تاریخ 1,200,000 ساله داشته برای مورخان، برای باستانشناسان همچون یک منبع خدمت می‌رساند. ناحیه خاولینگ از سطح بحر در بلندی 1500 متر جای دارد. از روی گفته مورخان، ناحیه خاولینگ یکی از مرکزهای سودای بخارای شرقی به حساب می رفته است. نام خاولینگ را در سرچشمه و روایت ها چنین آوردند: خوار مونک. خوار این در اوستا به معنای آفتاب فهمیده می شود و مونک یک بلندی. اگر کوتاه کرده گوییم موضع رو به آفتاب. باید گوییم که خاولینگ همچون یک لابراتوری طبیعی عالم به حساب می رود. در قلمرو خاولینگ زیاده از 55 یادگاری تاریخی ثبت نام شده است. کلدره خاولینگ با ششگاه عصر سنگی آدمان است. برای بازیافت یادگاری های تاریخی در خاولینگ سهم اکادمیک رانوف نهایت بزرگ است. مقبره سلطان اویس قرنی در خاولینگ یکی از موضع‌های سیاحی و تاریخی به حساب می رود که از مرکز ناحیه 18 کیلومتر دورتر قرار دارد. بعضی از درختان در نزد آرامگاه سلطان اویس قرنی بوده را می گویند که 450 سال عمر دارد. از روی کاوش های سال 2004 در این آرامگاه شده معلوم می شود که در عصرهای قدیم اطراف این مزار را دیوارها احاطه می کردند. ممنوعگاه سلطان اویس قرنی 30 گکتار را در بر می گیرد. چشمه چیلچنار، چشمه قزغن و چشمه مونگ از جمله مشهورترین چشمه ها در خاولینگند. موضع دره مختار، زادگاه قهرمان خلق تاجیک واسه 5 کیلومتر از مرکز ناحیه دورتر جای دارد. در همین موضع تاریخی دره مختار تا سال 1969 مردم زندگی میکردند و آنها 1 کیلومتر پایانتر آورده شدند و اینجا همچون یک موضع تاریخی شد. در رو بروی بینای نو پیکره واسع گذاشته شده است که 6 متر بلندی دارد. در ناحیه خاولینگ آثارخانه و کتابخانه شاعر حبیب الله فیض الله نیز موجود است. در اینجا آثارخانه و هنرستان استا غلام قادروف نیز هست که در این آثارخانه سازهای زیاد موجودند. هنر این کس را پسرشان دوام داده ایستادند.